بر اساس تحقیقاتی که در سراسر جهان انجام شده و نظر توریستایی که به کشورهای مختلف سفر کرده بودند، لیستی از بی‌ادب‌ترین و از خود راضی‌ترین و بی‌فرهنگ‌ترین کشورهای دنیا را آماده کردیم. به نظرتون ایران توی این لیست رتبه چندم را داره؟ تا آخر این ویدیو بمونید چون قرار سورپرایز بشید وقتی که رتبه ایران رو میبینید. بریم که شروع کنیم. شماره 10 کشور ترکیه هستش. ترکیه سالانه چیزی در حدود 50 میلیون گردشگر رو به خودش جذب میکنه. این آمار بسیار زیادی در کل دنیاست. مردم ترکیه افراد خونگرم، صمیمی و خوشبرخورد هستند. اما چیزی که باعث شده ترکیه جزو کشورهای بی‌ادب باشه از نظر توریست‌ها اینه که هیچ کدومشون، یعنی درصد بسیار زیادی از افرادی که ترکیه زندگی میکنن به غیر از زبان مادریشون که زبان ترکیه، زبان دیگه رو بلد نیستن. یعنی اگر شما آلمانی باشید، انگلیسی باشید یا از هر کشور دیگه‌ای بیایید، فقط باید به زبان ترکی حرف بزنید. این موضوع به خاطر داشتن تعصب بسیار زیادی افرادی هستش که تو ترکیه زندگی میکنن، چون تعصب زیادی به زبان مادریشون دارن. این موضوع باعث شده توریستایی که وارد ترکیه میشن بسیار اذیت بشن و خیلی دوام نیارن و بعد از خروج از این کشور به عنوان یک کشور بی‌ادب و بی‌فرهنگ از ترکیه یاد کنن. شماره 9 کشور ایتالیا. ایتالیا یکی از کشورهایی که بسیار پرطرفداره و هر ساله کل آدم بهش مسافرت میکنن. سالانه حدود 90 میلیون نفر که عدد بسیار بزرگیه به کشور ایتالیا سفر میکنن. همونطور که همتون میدونید ایتالیا جاذبه گردشگری بسیار زیادی داره. ایتالیا به داشتن شهرهای تاریخی و خارق‌العاده‌ای مثل روم، ونیز معروفه و علاوه بر اون غذاهای بسیار خوشمزه داخل ایتالیا به وجود اومدن مثل پیتزا، پاستا. اما چطور این کشور میتونه جزو لیست کشورهای بی‌ادب باشه؟ مردم ایتالیا خیلی جدی، رسمی و خشک هستن و تو دیدار اول به هیچ عنوان با هیچ کس صمیمی نمیشن و اگر احیانا شما باهاشون سریع گرم بگیرید و گرم رفتار بکنید، این رفتارتون رو بی‌ادبی تلقی میکنن. یعنی اگر به کسی دست بزنید یا اون رو لمس بکنید یه نوع بی‌احترامیه. تو ایتالیا اگر به کسی سلام دادید یا احوال پرسی کردید و دیدی جوابتون رو نداد، بدونید که این کار کاملا عادیه. اونا با این کار جدیت خودشون رو حفظ میکنن که شما نتونید زیاد بهشون نزدیک بشید. و علاوه بر اون یکی از گردشگرها و توریستها این کشور رو بی‌ادب انگشت پایه ایتالیایی، از این انگشت خیلی استفاده میکنن و حتی مجسمه این انگشت هم توی کشورشون وجود داره. از خلاصه بدونید که جزء آداب و رسومشونه و به این دلیله که جزء لیست بی‌ادبا هستن. شماره 8 کشور اسپانیا. اسپانیا هر ساله 70 میلیون گردشگر و توریست رو به خودش جذب میکنه. بخش بسیار زیادی از درآمد کشور اسپانیا از همین جذب توریسته. به خاطر همین موضوع تبلیغات بسیار زیاد و زیبایی نشون میدن که بتونن توریست‌های خیلی زیادی رو به کشورشون جذب کنن. اما واقعا کشور اسپانیا جز بی‌فرهنگ‌ترین کشور هاست. حالا چرا مردم اسپانیا رفتار درستی با گردشگران ندارن؟ اسپانیایی ها افرادی به شدت تعصبی و نژاد پرست هستند و فقط خودشون رو قبول دارن. به همین دلیله که مردمی که به آنجا سفر میکنن بهشون به عنوان کشوری بی‌ادب رأی میدن. اگه خواستی به اسپانیا سفر کنید قبلش اینو باید بدونید. شماره 7 کشور آمریکا یا همون قاره آمریکا. سفر به کشور آمریکا برای اکثر مردم دنیا کار آسانی نیست. اما برخلاف اون چیزی که فکر میکنید که مردم آمریکا بی‌ادب‌ترین کشور دنیا هستن، اصلا اینطور نیست. در آمریکا ایالت‌ها و شهرهای زیادی وجود داره که بعضی از این ایالت‌ها خیلی صمیمی و گرم با توریست‌ها رفتار میکنن. اما بعضی از ایالت‌هاش هم که مردم علاوه بر این که گرم و صمیمی رفتار نمیکنن، بلکه دوست دارن هیچ گردشگری به اونجا سفر نکنه و کلاً از گردشگر جماعت خوششون نمیاد. یعنی یه بخشی از مردم خوبن و یه بخشی از مردم خیلی بدن. اگر قصد سفر به کشور آمریکا رو داشتید، تونستید ویزاشو بگیرید و کاراشو انجام بدید، حتما قبلش تحقیق بکنید که به کدوم شهر دارید سفر میکنید، چون اگر به شهر بدی برید مطمئناً بهتون خوش نمیگذره و خیلی اذیتتون میکنن. شماره 6 کشور روسیه. روسیه یکی از جذابترین کشورها هستش برای گردشگری و توریستی. مکانهای گردشگری بسیار زیبا و خارق‌العاده‌ای داره، دخترهای بسیار زیبایی داره و کلاً همه چیزش فوق‌العاده است. اما از نظر گردشگرها و توریستایی که به روسیه سفر کردن، مردم این کشور بسیار سرد و بی‌روح رفتار میکنن و همچنین بسیار هم بی‌ادبن. در واقع تو روسیه همه خشکن و لبخند بیهوده نمیزنن، یعنی لبخند به لبشون.
نمیاد. یکی از توریستایی که به روسیه سفر کرده بود میگه وقتی که یه نفر کنار خیابون حالش بد میشه و به زمین میفته، به جای اینکه کمکش بکنن و یا حالش رو بپرسن، یه لگد میزنن که بره کنار که بتونن راحت رد بشن. بیادبی تو کشور روسیه کاملا عادیه برای خودشون، اما برای کسی که به اونجا سفر میکنه یه خورده زیاده. حالا شما بگید اگر میخواستین سفر کنید به کدوم یکی از این کشور را سفر میکردید؟ برای اطلاعات بیشتر کانال مستر دانستنی رو دنبال کنید.